سلام، اومدیم با آموزش مرحله 2 اعتماد به نفس. در ویدیو قبلی گفتیم که بعضی مواقع شده که وارد یک مهمونی یا جمعی میشیم و یک سلام کوچیک میکنیم و میریم یک جا سریع میشینیم و گوشی خود را در میاریم. در ویدیو بعدی در مورد این توضیح میدم که چگونه با این مسئله، همون خجالتی، کنار بیاییم. زمانی هستید که فکر میکنید خب چگونه خجالتی را کنار بگذاریم؟ اول از این که وقتی که وارد یک مهمونی یا یک جمعی میشوید سعی کنید که بهترین استایل خود را بزنید، استایلی که به شما اعتماد به نفس بالایی میدهد. به این دلیل که به شما این امکان را میدهد که وقتی که وارد مهمونی یا یک جمعی میشوید اعتماد به نفستون بالا برود. سعی کنید که گوشی خود را کنار بگذارید و وقتی که میروید مهمونی به همه راحت سلام کنید و یک جا بشینید و با نزدیکترین فردتون ارتباط بگیرید و سعی کنید که با هم در ارتباط باشید. و اینکه باید شما با بقیه ارتباط چشمی بگیرید. وقتی که ارتباط چشمی بگیرید خود به خود اعتماد به نفستون بالا میره. وقتی در جمع و مهمونی هستید سعی کنید گوشی خود را کنار بگذارید یا اصلا سمتش نروید. به این دلیل که کسانی که سریع میرن تو گوشی و با بقیه ارتباط نمیگیرن از نظر احترامی هم کمتر احترام دریافت میکنن. به علت اینکه با بقیه ارتباط نمیگیرن، سرشون توی گوشی خودشونه و اهمیت به بقیه نمیدن. وقتی که شما به بقیه اهمیت بدید و یک ارتباط سالمی داشته باشید بقیه هم به شما اهمیت میدن. خب پس این که حتما استایل مناسبی داشته باشید. چیز بعدی که خیلی مهم است این که وقتی که وارد یک جمع میشوید خودتون رو مثل یک فرد موفق ببینید، خودتون رو مثل یک آدم معروف و یک شخصیت معروف خودتون رو ببینید و خیلی راحت بروید وارد مهمونی بشید و با بقیه ارتباط بگیرید. از اشتباه کردن نترسید. کسانی که از اشتباه کردن میترسن اعتماد به نفس کافی ندارن. مثلا وارد یک مهمونی شدید، فرض کنید که میخواهید مثلا صحبتی کنید، یک صحبتی را اشتباه میگید، یک حرف یا اشتباه میزنید، اصلا نترسید. خب اشتباه میکنید، هر آدمی توی زندگیشون اشتباه میکنه. پس آدمایی که اعتماد به نفس بالایی دارن وقتی که وارد جمع شدن باید نگران نباشن که اشتباه میکنن یا با بقیه در ارتباط. موضوعی که خیلی مهم است اینکه همه به ظاهر شما نگاه میکنن. پس ظاهر شما خیلی اهمیت داره. سعی کنید که یک استایل خوب بزنید. برای اینکه خجالتتون رو رفع کنید کافیه اینکه با افراد بیشتر در ارتباط باشید. سعی کنید که با دوستان خود و اطرافیان خود بیشتر حضوری صحبت کنید تا اعتماد به نفس خود را بالا ببرید. وقتی که وارد یک جمع میشوید طوری رفتار کنید که دوست دارید همان رفتار را با شما کنند. برای مثال برای بقیه احترام قائل باشید تا بقیه برای شما هم احترام قائل باشند. زیاد شوخی نکنید زیرا بقیه هم با شما زیاد شوخی میکنند. پس جوری رفتار کنید که همان رفتاری که دوست دارید را دریافت کنید. خیلی مهم است که برای خود ارزش و احترام قائل باشید. بعضی وقتا شده که توی مهمونی خجالت میکشیم اینکه حرفی یا صحبتی بزنیم و نظرمون رو بگیم. اصلا اعتماد به نفس ترسی توش نیست. شما وقتی که اعتماد به نفس بالایی داشته باشید نباید از چیزی بترسید. راحت صحبت کنید، نظری دارید درباره موضوع بگید و راحت ارتباط بگیرید. سعی کنید که زبان بدنتون را درست قرار بدهید. منظور چیه؟ زبان بدن شما با بقیه صحبت میکنه. کسی که زبان بدنش مثلا این که سرش تو گوشیه با کسی ارتباط نمیگیره یک زبان بدن خجالتی رو میرسونه. کسی که راحت میشینه و با همه و بقیه ارتباط میگیره زبان بدن این که این شخص چقدر احترام برای بقیه قائله و چقدر احترام بقیه بهش میذارن و اعتماد به نفس بالایی داره. پس زبان بدن هم مهمه وقتی که وارد یک جمع و مهمونی میشوید. پس زبان بدنتون رو طوری قرار بدهید که بقیه به شما احترام بگذارن و بگن که طرف چقدر اعتماد به نفس بالایی داره و همه باهاتون صحبت کنه. پس در کل این شد که از گوشی دوری کنید، با بقیه راحت سلام کنید، از زبان بدن درستی استفاده کنید و از صحبت کردن و اشتباه کردن نترسید. شده که ما با کسی که دوست داریم میخوایم ارتباط بگیریم و میترسیم این کار را انجام بدهیم. در ویدیو بعدی به شما آموزش میدهیم که چگونه ارتباط مؤثری داشته باشید و با بقیه راحت
صحبت کنیم. خیلی ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید و از ما حمایت کنید. ممنون میشم با کامنت های قشنگتون و زیباتون ما رو خوشحال کنید.